سلام، خیلی مخلصم. بریم این پلو شوشتری خوشمزه رو براتون درست کنیم. یه پیاز و یه حبه سیر رو نگینی میکنیم و میریزیم داخل روغن تا سبک و طلایی بشه. نمک، زردچوبه، فلفل سیاه و پاپریکا رو بهش اضافه میکنیم و حسابی مخلوط میکنیم تا یک دست و سرخ بشه. بعد از اون گوشتا رو اضافه میکنیم تا یه مقداری فقط رنگش عوض شه کافیه، چون اگه زیاد سرخ بشه بعد پز میشه. و بعد از اون یه تیکه چوب دارچین اضافه میکنیم، دوباره هم میزنیم و آب رو میریزیم داخل قابلمه تا 2-3 ساعت پخته بشه. لوبیاهای چشم بلبلی هم که از قبل گذاشته بودیم خیس خورده و حالا میذاریم تا بپزه. یه دست شیوید رو برمیداریم، حسابی خوردش میکنیم، آب برنج رو میذاریم پخته بشه. بعد از اینکه برنج پخته شد، سیب زمینی ها رو میچینیم برای تهدیگ. به این صورت و مرحله‌ای برنج رو میریزیم، نصف شیویدایی که خورد کردیم میریزیم، مقداری پودر شیوید خشک یا خود شیوید خشک معمولی رو اضافه میکنیم. مرحله بعدی گوشتا رو بریزید و بعد از اون لوبیاهای چشم بلبلی پخته شده رو میریزیم و مجدد شیوید، مابقی برنجا و مقداری دیگه شیوید خشک بالای برنج میذاریم نیم ساعت دم بکشه. بعد از گذشت نیم ساعت الی 40 دقیقه که برنجا قشنگ پخته شد و دم کشید، میریم غذای خوشمزه رو سرو میکنیم. واقعا غذای متفاوت و خوشمزه، حتما تست کنین، خسته نمیشین ازش. اینم یه پلو شوشتری خوشمزه. به دستپخت آقایون اعتماد کنید.